فرزندی من خدمت کرد. به خدمت را در البته در نظر بگیرن، همون راسچوت کنن، ایران بیچاره جواب کنن و خارش نکنن. ماموره قاسموی 95 ساله کارهای کرده پسرش را خدمت به وطن می‌داند. قیام‌الدین غازی از روحانی‌های مشهور سالهای اول 90 است که بر اساس حکم دادگاه 25 سال زندانی شد. مقامات قیام‌الدین غازی را با جرم‌های سنگین از جمله خیانت به دولت محکوم کرد. مرافعی نهایی قیام‌الدین غازی آخرهای ماه می در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه پس درهای بسته برگزار شده است. پیوندانش میگویند آنها را به مرافعت دعوت نکرده‌اند. میخوام که برای چند ماه شد کام شدیم، هم تا چشما دارید، چشمام هم کور شد، یا حالی قرار نبود. چقدر وقت شما ندیده پسرتون؟ خیلی 3 سال 4 سال ندیدم. همون خانمان ما همسرایه. پیوندان قیام‌الدین غازی میگویند تا حال نسخه حکم دادگاه را دسترس نکردند و هم نمیتوانند با وی دیدار بینی کنند. آنها میگویند وضع صحتی این روحانی در چند روز اخیر در زندان بد شده است، اطلاعی که مقامات آن را رد میکنند. کسلی دل داره، کسلی قند داره، کسلی در خونش روغن داره، فشار بلند داره، بسیار عذاب میکشه. با این اپراسکه پاچه شکسته، پاچه اپراسکه کردگیان چلاقه. از سرریاست زندان‌ها روز 12 ایون سر و صداها درباره بد شدن سلامتی قیام‌الدین غازی را رد کردند. به گفته نزدیکانش قیام‌الدین غازی ماه نوامبر سال گذشته زمانی که طریق استانبول از ایران به روسیه برمیگشت از جانب نیروهای امنیتی روسیه در شهر سنت پترزبورگ بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شده است. این روحانی 66 ساله دوره جزایش را در محبس نظام سنگین سپری می‌کند.